میدونی یکی از بی سر و صدا ترین چیزهایی که زندگی آدمو عوض میکنه چیه؟ محیط. آدمهایی که باهاشونی، حرفهایی که هر روز میشنوی، چیزهایی که تو اون فضا عادیه، کم کم میشن طرز فکرت، میشن عادتهات، میشن انتخابهات. کتاب اثر مرکب میگه اگه توی محیطی باشی که غر زدن نرماله، رشد مسخره است و تلاش بیفایده به نظر میاد، حتی اگه حواست نباشه، اثر مرکب داره تو رو به همون سمت میبره. پس یا آگاهانه محیطت رو انتخاب میکنی یا ناخودآگاه محیط آینده تو رو میسازه. حالا از خودت بپرس، محیط زندگی تو داره به نفع تو کار میکنه یا علیه تو؟ برام بنویس.